با اطلاع مسئولان مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های افزونگرد ناحیه شهرنو امسال در حدود شهرک و جماعت و دهات تعمیر و از نوسازی 185 کیلومتر راه به نقشه گرفته شده است. از این شماره نزدیکی 10 کیلومتر راه که در حدود جماعت‌های دهات پیش بینی گردیده است با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی، مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های افزونگرد و صاحبکاران ناحیه شهرنو اسفالت پوش کرده می‌شود. در تعمیر اکثر قطعه‌های راه‌های محلی ساکنان نیز به طریق حشر در کارهای هموارکنی اشتراک فعال می‌نمایند. دستجمعانه و یکدلانه به انجام رسانیدن کارهای بنیادکاری روز تا روز در ناحیه شهرنو بیشتر می‌گردد. به اندیشه آنها سهم گذاشتن در کارهای سازندگی یک گوشه وطنی خود شرف و افتخار می‌باشد. در توازن مؤسسه دولتی نگهدار و اتومبیلگرد ناحیه شهرنو 70 کیلومتر راه‌های محلی، 14 کیلومتر راه‌های جمهوریوی، 12 کیلومتر راه‌های بین‌المللی و حاضر مانند تعمیر پررا، تعمیر یک لخت در راه شهرنو چپترا در راه جمهوریوی رفته ایستاده است. قریب 1 کیلومتر راه اسفالت پررا شده ایستاده است. قریب 40 کیلومتر راهی محلی جمهوریوی تعمیر جاری کرده شد. با من تیاری با 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان حرکت میکنیم که راه‌های در توازن مؤسسه نگهدار راه‌های اتومبیلگرد با غرض توازن در توازن جماعت‌ها من حاضر رئیسای جماعت‌ها قطعی رئیسای محله‌ها صاحب کارو قطعی جای کار کرد شده تعمیر جاری تعمیر یک لخت ادامه دارد تا من ماه سپتامبر اکتبر حرکت میکنیم که راه‌های ناحیه شهرنو رو پررا تعمیر برآورده. تا این مدت راه‌های محلی و جمهوریوی در توازن مؤسسه رخسوزی ناحیه شهرنو بوده از تعمیر جاری برآورده شد که از این نشانات قریب 5 کیلومتر راه پررا منفرش گردیده است. خوشبختانه صاحبکاران نیز برای آباد و زیبا نمودن محل زیستشان طرفداری نموده پیوسته در کارهای جمعیتی سهم می‌گذارند. قابل ذکر است که بخشیده به 30 سالگی استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان در همه جماعت‌های دهات و شهرک ناحیه شهرنو انشاءات زیادی تعییناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده تا امروز راه‌های محلی اهالی نشین پررا اسفالت پوش کرده می‌شود.